یوتیوب، انتهای کل یوتیوب اومده امروز آپشن جدید که به مربی اضافه شده. این گزینه آخر رو ببینید بچه. با این حرکت واقعا حریفا رو نمیتونن گل بزنن، شما بهشون گل بزنید اتفاقا. بریم اولیش رو نگاه میکنیم. اولین چیز که برای دفاع کردن این بازیکنی که شما میذارین به دفاع میکنه، یعنی جلو نمیره، فقط دفاع میکنه. مثلا اینجا دیگه دفاع رو بزنین خیلی خوبه، یا مثلا دفاع چپ و راستتون. مثلا من الان کافو رو میذارم خیلی خوبه، جلو دیگه نمیره. و حالا گزینه بعدی اینه که به مهاجم حمله کنین، یعنی هم حمله کنه این چیزی که میخواد امتحان کنین، هم دفاع میکنن. به نظر من هافبک ها خیلی خوب. مثلا الان من خیلی دوست دارم والورده به مهاجمانم کمک کنه، چون که شوتای خوبی داره. مثلا این والورده رو میزنم. گزینه آخر بچه ها به انگلیسی اگه برین ترجمهش کنیم میشه لنگر انداختن. حالا لنگر یعنی چی؟ یعنی اینکه این بازیکنی که شما انتخاب میکنین اصلا پست دیگه ای نمیره، پست خودش رو ترک نمیکنه. فکر کنم رودریگر خیلی خوبه که پستش رو ترک نکنه به مهاجم بره، یا دفاع مثلا راستم، ببخشید دفاع چپم آقای ساکا خیلی بزرگی نمیده و راحت هم هست. خب حالا فکر کنه که چرا اینا دوتا هم. خب بچه ها فقط از این 3 تا گزینه یکیشو میتونین انتخاب کنین. این دو هم مثل همینه، دقیق مثل همینه، فرقی نداره. خب حالا بریم این گزینه بعدی رو نگاه کنیم. خب بچه ها این 2 تا گزینه الان بهتون نشون میدم کدوم گزینه ها رو میگم. این 2 تا گزینه تو بازی براتون فعال میشه. حالا چجور بگین که برای من فعال شه؟ الان من داخل بازی هم تا این 2 تا چیز رو بهتون بگم. این 2 تا چیز رو بهتون بگم که یاد بگیرم. حالا این چیه؟ اولین گزینه. ببینید شما مثلا به یه مهاجم خیلی شک دارین و مهاجم خیلی قویه. یکی مثلا این بازیکن رو اسش رو انتخاب میکنین، میگین بازیکن باید حواسش باشه دیگه. بازیکنتون حواسش به این بازیکن هست، یعنی این بازیکن آزاد نمیذارن. اینا خیلی واسه یا مهاجم میکن دقیقا مثلا من دریبل خیلی دارم گل میزنم، واسه همین این گزینه رو براش فعال میکنم. خب حالا بریم گزینه دوم چیه؟ اینجا مثلا شما یه دفاع انتخاب میکنید، بعد یه چند تا از بازیکن حریف رو میاد. خب مثلا من این بازیکن انتخاب میکنم، اگر اینو بزنم اون دفاع اون بازیکنی که انتخاب کردم از قبل این بازیکن کاملا میگیره و نمیذاره تکون بخوره. هر جا که این بازیکن میره اون بازیکنم هست. حالا این چیزه، این آپشن به دفاع خیلی کمک میکنه. یعنی مثلا من مثلا هافتکم دیوید بکام انتخاب کنم، سایزه خودش برمیسه و وای نمیسه نگاه کنم، به دفاع برمیگرد. و اینم بچه اگه اینو انتخاب، مثلا من اتو رو انتخاب میکنم، اتو میره تو محوطه اونا وای میسه و وقتی که میخواین زده حمله بزنی اتو وایساده و برای سانت کنین میتونه گل براتون بزنه. خب اینم از آموزش ما. خواهش میکنم بچه ها لایک، ساب و کامنت خیلی بچه ها بذارین. یه لایک و یه ساب و یه کامنت به امام حسین نیم ثانیه هم ببخشید 30 ثانیه هم نمیشه. واقعا داری به من کمک میکنی تا ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. و خدا نگهدار با قلب‌های
یوتیوب.